بچه سلام، امروز میخوام بهتون آموزش بدم این استایل رو با ترکیب چند تا مواد چطوری درست کنیم. یه سرم 2 فاز بردار، اسپری کن روی سر، بعد با 3 شعاع رو برس گرد موها رو لایه لایه از عقب شروع کن تا قسمت جلوی سر یا همون فرونتال. به قسمت جلوی سر که رسیدی یکم جلوی موها رو باید بیشتر پف بدی. اندازه یه نخود گتسبی توسی بردار بمال کف دستت، یه نخود رضوان مات بردار بمال کف دستت. این دوتا مواد رو با هم دیگه ترکیب کن، کاملا تو دستت محوش کن. حالا مواد رو کامل بزن به همه جای موها. برای اینکه براقیت موها رو بگیری با پودر پشینت آبی موها رو حجیم تر کن و مات این شکلی. با شونه تبری استایلی که دوست داری و درستش کن، کامل تو آینه ببینش که چه شکلی داری درست میکنی. اگه دوست داشتی همین مدل رو فیکسش کنی اسپری فیکساتور بزن. دوستتون دارم، امیدوارم موفق باشید.